дурнамои соҳаи маориф, беҳдошти сифати таълим, масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд. баррасии ин ва дигар масъалаҳо тавассути барномаи фарҳангии маърифат бо иштироки мутахассисону мутасаддиёни соҳа. барномаи маърифат минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри боло бурдани маънавиёти ҷомеа. барномаи маърифат тақдим аз радиои Тоҷикистон. باید بگیم که هر سال هفته اول ماه اکتبر چون روز آموزگار جشن گرفته میشد. خوب ما هم تیاگرانی برنامه معرفت از فرصتی در دست داشته استفاده برده تمام معارفچیان کشور را با این روز صمیمانه و صادقانه شاد باش میگیم و تصمیم گرفتیم برنامه امروزه معرفت رو با آموزگاران بخشیم. خوب گذشتگان بزرگ ما بیهوده نگفتند که روشن کنندگان خرد بشر و علاوه افروزنده مشعل علم و دانش و توانایی آموزگار، معلم، استاد است. ما در پرتو سخنرانی‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در روز دانش دایر به مقام آموزگار، امروز ما با استودیومان سابقه داری ساحه معارف یکی از تهیه‌گران توصیه‌نامه اوید به مقام آموزگار رجب علی سنگف را دعوت نمودیم تا صحبت داشته باشیم. یک نکته را ذکر نمودن لازم است که به حکم عنعنه در اومده است که هر سال در روز دانش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اهل آموزگاران و استادان و علاوه خوانندگان دانشجویان صحبت می‌آورند. امسال نیز چنین صحبت دایر گردید. اطراف چنین اقدام پیشوای ملت چی اندیشه دارید؟ مرحمت. بله، چون در آستانه روز آموزگاران قرار داریم که همه سال یکشنبه اولی ماه اکتبر قید کرده می شود و آن امسال به روز 6 اکتبر راست می آید و یک روز قبل از این یعنی 5 اکتبر در سراسر جمهوری روز زبان دولتی تجلیل می گردد و این روز برای هر یک شهروند کشور باز از آن جهت فراموش نشونده است که روز 5 اکتبر روز مولود اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نیز می باشد که محض با تشبث و اقدام‌های تفکر ملی این شخصیت تاریخی فرزانه هم این عید آموزگاران و روز زبان با شکوه ایدانه جشن گرفته می شود. همه آموزگاران و اهل ضیا و مردم شریف کشور را صمیمانه مبارکباد می گویم. باشد که جامعه به اهل معارفچیان و آموزگاران یعنی معلمان و استادان و مربیان که همچون چشم و چراغ جامعه روشنگران خیرات و معرفت بشر و افروزندگان مشعل علم و دانش و توانایی اعتراف شدند، همچنین به بزرگداشت روز زبان مادری که خوشبختانه در زمان صاحب استقلالی ملی به مرتبه و درجه معیار و زبان دولتی رسیده است و حامل همین زبان و پشتیبان آن و نقش و مقام شایسته آموزگار محض پیشوای معظم ملتند که زادروزشان برابر به روز زبان جشن گرفته می شود. هر یک شهروند کشور به پیشوای ملت احترام و ارجگذار باشند. با آموزگار همچون تلقینگر زبان و فرهنگ معرفت به زبان مادری همچون رمز هویت ملی و خودآگاهی و خودشناسی ملی و به روز مولود پرزیدنت همچون حامی ملت و دولت و پشتیبان استقلالیت افتخارمند و شکرگزار باشند. سلامت باشید و از بس که برنامه ما محض در پرتو سخنرانی‌های پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در روز دانش دایر به مقام آموزگار است، باید بگیم که یکی از مسائل مهمی در سخنرانی روز دانش بررسی شده از طرف سرور دولت این مسئله معارف و آموزگار بود. اونجا رشد بی‌میلان ساحه معارف را پرزیدنت کشور مخصوص یادآورم شدند. بله. خوب اندیشه شما. درست است که مسائل معارف و آموزگار از مسائل مهم جامعه امروزه کشور و یک از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری به شمار می‌رود. چون این توجه و غمخواری حکومت مملکت به واسطه توجه سردار دولت محترم امامعلی رحمان بیهوده نیست، زیرا در دوام 33 سال صاحب استقلالی ملی شهروندان کشور چنین سخنرانی‌ها و یا واخوری و ملاقات با اهالی و کارمندان ساحه علم و معارف من با اهل ضیا پیام‌های همه ساله و صحبت‌های را یاد ندارند که پیشوای ملت به واسطه به مسائل علم و معارف و سوبیکت‌های روند تعلیم و تربیت یعنی که آموزگار، معلم، مربی، صفت تعلیم، درجه درس کنی، صفت دانش، لیاقتمندی به واسطه یادآور و تاکید نکرده باشند و یا به مقامات مسئولین اوید بهداشت همین ساحه و سوبیکت‌های روند تعلیم و تربیت دستور نداده باشند. مثلا ضمن سخنرانی در مجلس فعالان معارف جمهوری هنوز از 28 آگوست سال 1995 تاکید داشته بودند که جامعه‌ای که به اهل معارف، به استاد،
آموزگار زیایی احترام نمیگذارد به پیشرفت موفق شدن نمیتواند. و یا جهت تکمیل جدی نظام مکتب و معارف در سخنرانی بازیایان کشور از 19 مارس سال 1997 قید کرده بودند که اصلاحات مکتب و معارف و علم از مسئله های مهمترین امروز و فردای مملکت ما می باشد. در سخنرانی در مجلس مشورتی با رکتوران مکتب های عالی و دیگر کارمندان ساحه معارف از 2 ایون سال 2000 مخصوص تاکید داشته بودند که من در سیاست خود معارف را در جای اول میگذارم. ضمن سخنرانی بخشیده به 10 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از 8 سپتامبر سال 2001 خاطررسان کرده بودند که غمخواری به ساحه معارف معنای غمخواری به آینده ملت و دولت را دارد. بنابراین باید پشتیبانی دولت از سیستم معارف پیوسته افزوده برای بهتر گردانیدن شرایط کار معلمان و روزگار آنها مساعدت نماید. معارف در مرکز سیاست دولت قرار دارد. هنگام سخنرانی در مجلس تنتنوی بخشیده به 70 سالگی دانشگاه دولتی تاجیکستان آموزگاری تاجیکستان، اون وقت به نام قندیل جورایف بودند و این زمان به نام استاد صدرالدین عینی، از 6 اکتبر سال 2001 اشاره کردند که پیشه آموزگاری مقدسترین کسب روی عالم است. بیداری فکر، پاکیزگی اخلاق و تشکل عقلانی انسان محصول رنج و مشقت آموزگاران است. در جای دیگری همین سخنرانی صدقاً تاکید میکنند که ساحه معارف در مرکز سیاست دولت قرار دارد. همچون رهبر دولت غمخواری را به این ساحه غمخواری به آینده ملت و دولت می‌حسابم. و یک نقطه دیگر رو ذکر نمودند در پیام همساله مثلا به ساحه معارف از جمله برابری دیگر ساحه اهمیت مخصوص داده می شود و این جمله رو گفته بودند جناب عالی که بنیادی ملت متمدن محض از معارف آغاز می یابد. خب باعث ذکر هم است که همساله در صحبت و ملاقات و واخوری های پرزیدنت کشور محترم علی رحمان نقطه های زیادی باید به ساحه گفته می شود و دستور سپارش داده می شود و در همین سخنرانی که در روز دانش بود پیشوای ملت رشد و حل ساحه معارف را نه تنها در مبلغ گذاری ساحه بلکه از درک و احساس مسئولیت شناسی، سطح و سویه دانش و کسبیت بلند، ننگ و ناموس، حس ملی، اراده و وجدان و الاتن احساس وطن دوستی رهبران و کارمندان ساحه علم و معارف، عالمان و آموزگاران، اهل ضیا، پدر و مادر و فعالان جامعه وابسته دانستند. خوب در این سمت اندیشه شد. بله، پرزیدنت مملکت بسیار خوب تاکید و هم خاطررسان کردند که رشد حل ساحه معارف نه تنها در مبلغ گذاری ساحه بلکه از درک و احساس مسئولیت شناسی، سطح و سویه دانش و کسبیت بلند، ننگ و ناموس، حس ملی، اراده و وجدان و احساس وطن دوستی رهبران و کارمندان ساحه علم و معارف، عالمان و آموزگاران، اهل ضیا، پدر و مادران و فعالان جامعه وابستگی دارد. تنها به مبلغ گذاری های سری وقتی و همساله بلند برداشتن معاش کارمندان ساحه معارف رشد نمی کند و راه حل خود را نمی یابد تا آندمی که هم آموزگاران و هم عموما سابقان روند تعلیم و تربیت که هم معلم است، هم خواننده است، هم پدر و مادر است مسئولیت به ذمه داشته خود را احساس نکنند. اینجا ما تکیه میکنیم به باب 5 قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف. باب 5 قانون معارف حقوق و عهده‌داری های سابقه روند تعلیم و تربیت مقام آموزگار نام داشته و من ماده های 43 تا 45 را در بر میگیرد و در ماده 46 قانون مذکور اومده است که حقوق و عهده‌داری های پدر و مادر شخصیان آنها را عوض کننده در ساحه معارف نام داشته حقوق های والدین را در تعلیم و تربیت فرزند مخصوص تاکید میکند، زیرا نخست استاد فرزند پدر و مادر است. طوری که یاد داریم وابسته به همین ایرادی همین تاکید ماده 46 قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، قانون در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند قبول شده بود و این قانون طوری که آگاهی داریم ماه ایون امسال در تکمیل نو، یعنی که با نام قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، یعنی که از نام در تکمیل نو قبول کرده شد
و این که بیهوده ناجا نیست، زیرا استاد و آموزگار نخستین فرزند این پدر و مادر می باشد. در علم پسیخولوژیا سن و سال از 3 تا 7 سالگی کودک را دوره اکادمیکی کودکان می نامند و در این دوره کودکان بسیار کنجکاوانه، عیارانه، دلسوزانه مناسبت میکنند. به همه چیز توجه دارند، سوال ها میدهند. تا به سوالشان جواب نگیرند خاموش نمیستند، به شرط جواب برای آنها قانع کننده باشد. به سخنان دیگران با دقت گوش میدهند و وقتی برای خودشان ضرور همون سخنان شنیدهشان را عیناً به زبان میآورند. بیهوده نگفتند که حقیقت را از کودک پرس. سرخط آخرین همین ماده و طوری که اشاره کردیم، مادران را، پدر و مادران را وادار می‌سازد که طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر در تعلیم و تربیت فرزند که طوری که گفتیم که عین زمان با نام درباره قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک قبول شد رعایت نمایند. وظیفه و عهده‌داری‌های در نزد فرزند داشته خود را مسئولیت شناسانه اجرا نمایند. این چنین هم آموزگاران، هم پدر و مادران، هم اهل ضیاع و عموما اهل جامعه در این مسئله باید دانش و کسبیت بلند، ننگ و ناموس، حس ملی، اراده و وجدان و احساس وطن دوستی بلند داشته باشند، زیرا کودک نه این که به پدر و مادر و آموزگار بلکه به اطرافیان و محیط و جهان و عموما جامعه تکیه و تقلید میکند. و معلوم هم هست که ساحه معارف ساحه کلیدی است. خوب محترم ملی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم دستور میدهند، هم سپارش میدهند، هم سخنرانی میکنند، هم مشکلات رو میگن و علاوه راههای بهداشت رو مثلا پیشنهاد میکنند. خوب تاکید مخصوصی پرزیدنت مملکت در همین روز دانش این بود که اگر ما خواهیم که در آینده ملتی باسواد و پیشرفته داشته باشیم، دولتی از لحاظ علمی و تکنیکی و تکنولوژی ترقی کرده داشته باشیم، سطح زندگی جامعه رو به مراتب بلند برداشته توانیم، باید مسئولیت و سطح کسبیت آموزگاران رو بلند برداریم. چین است؟ بله، درست است که رشد و تشکل جامعه، ملت باسواد و پیشرفته، دولتی از نگاه علمی و تکنیکی و تکنولوژی ترقی کرده، بهتر و خوبتر شدن سطح زندگی مردم، پس شدن کم بضاعتی و یا عموما ریشه‌کن و یا از معاشرت بیرون شدن مفهوم کم بضاعتی، به درک بلند مسئولیت و سطح کسبیت آموزگاران علاقمندی زیاد دارد. اگر آموزگار در دایره طلبات قانون‌های عمل کننده و تنظیم کننده ساحه معارف موافق نقشه و برنامه‌های تعلیمی و کتاب‌های درسی جوابگوی استانداردهای دولتی و بین‌المللی و البته با آمادگی کسبی روند تعلیم و تربیت را به راه ماند، محتوا و یا مضمون و ماهیت موضوع را به درک و فهم خواننده رسانیده تواند، دقت و خاطر و خیال خواننده را به خود و گفتار خود جلب کرده تواند، آنگاه او آموزگاری موفق بوده و یا شده می تواند. گفته بزرگان که درس معلم را بود زمزمه محبت، جمله به پای آورد طفل گریز پای رو. خب اینم بعدا در این شکل که جمله به درس آورد طفل گریز پای رو هم گویم خطا نمی‌کنیم. و سخن معلم باید به مورد، پرمضمون، پرتاثیر و برهدف باشد. سخن معلم باید خاطر و خیال خواننده، تعلیم گیرنده رو به خود جلب کرده تواند. سخن معلم جذابیت و محبوبیت داشته باشد، شوق و ذوق خواننده را بیدار کند. هر روز در سخنرانی در مجلس فعالان معارف جمهوری پرزیدنت مملکت گفته بودند که از سال 1995 که بلند گردیدن آبرو و اعتبار آموزگار و مکتب و معارف از بسیار جهت به خود استادان و آموزگاران وابسته است. درست. و برای آماده کردن آموزگاران البته کسبی در جمهوری همه شرایط مهیا کرده شده است. در نزد وزارت معارف و علم، اکادمی تحصیلات تاجیکستان و در ساختار همین اکادمی تحصیلات تاجیکستان پژوهشگاه رشد معارف، اینچنین در 17 دانشگاه و دانشکده‌های عالی، منظور مثلا دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان، برنامه صدری نانی، دانشگاه ملی و دانشگاه‌های دولتی که در شهر باختر و خوجند و خاروق عمل کرده ایستادند. اینچنین دانشکده‌های آموزگاری در شهرهای پنجکент و ناحیه رشت و ده‌ها مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی آموزگاری که در آنها 10 کافدره و قریب
500 نامزد و دکتران علم پداگوژی فعالیت دارند و آنها موظفند که نظام معارف را طوری که پرزیدنت در همین سخنرانیشان بخشیده به روز دانش تاکید کردند که نظام معارف را در اساس خصوصیت‌های خاص ملی باز هم تحکیم بخشند و جهت بلند برداشتن صفت تعلیم چاره‌ها اندیشند و به این خاطر مقامات مسئول وظیفه‌دار شدند که جهت تامین نمودن فعالیت درست مؤسسه‌های تعلیمی و علمی چاره‌های فوری اندیشند. شما درست قید کردید در همین واخوری در روز دانش با مسائل بسیار هم مهم، یعنی همه مسائل مهم بودند. یکی از آنها آموزگار و قدر و مقام او در جامعه توجه خاصه ظاهر شد. از جمله تاکید هم گردید از طرف سرور دولت که احترام به آموزگار احترام به آینده ملت است. خوب ما میدونیم که آموزگار شخصی است که با نور سواد و معرفت و علم و دانش حیات جامعه را روشن می‌سازد، خرافات و جهالت را از حیات جامعه بیرون می‌کند، سازندگان و عبودگران آینده وطن را به کمال می‌رساند. بله، احترام به آموزگار نه اینکه احترام به آینده ملت، بلکه هستی و پایداری ملت و دولت و عامل تحکیم صلح و وحدت است، چون که ترغیب و تلقین و تشویقات علم و دانش، راستی و نکوکاری، فرهنگ و معرفت و تندرستی و تحکیم پایداری استقلالیت و دولت وظیفه جانی و کسبی آموزگار است. بله. اثر وزیر ژاپن پرسیدند که چگونه بر رشد این همه علم و تکنیک نائل گردیده است. گفته است که ما با آموزگاران معاش را مانند وزیر و رئیسان، دخل ناپذیری را مانند وکیلان و شرفمندی را مانند امپراتورها یعنی که حاکمان تامین نمودیم. و یا اثر وزیر سابق سنگاپور میپرسند که چگونه شما با یک منطقه خردکک یعنی که کشور خردکک با یک کشور پیشرفته تبدیل یافتید، یعنی که شما این معجزه را چگونه انجام دادید؟ در پاسخ گفته است که من در سنگاپور معجزه‌ای نکردم، من تنها وظیفه خودم را در نزد وطن اجرا کردم. من معلم را از طبقه پایین‌ترین به طبقه بلندترین سنگاپور رسانیدم، چون که آدمانی که در این کشور معجزه ها میکردند معلمان بودند. آنها نسل نو را با وایه رسانیدند که علم، اخلاق، مهنت و حقیقت را دوست می‌دارند. ما برای این از آنها منت داریم. در ژاپن نسبت به معلمان چنین مناسبت و احترام دارند که و آنها میگویند که 7 قدم قفاتر از پس معلم راه روید تا مبادا سایه‌شان را زیر نکنید. آموزگاران داوران برحق جامعه می باشند، مشعل عقل درخشان، آفتاب علم و عرفان معلمانند. طوری که گفته است شاعره دیبونیسا، مشعل عقل درخشان، آفتاب علم و عرفان است معلم. خب در واقع کسب آموزگاری پیشه پرزحمت است. با تعلیم و تربیت بهترین فضیلت‌های نیک و پسندیده و حمیده انسانی هدایت نمودن، خواندن و فهمانیدن و از خود کردن را یاد دادن، خوب را از بد فرق کردن و برای راست تلقین هدایت نمودن وظیفه معلم، آموزگار، استاد، مربی است. معلم آموزگار را شمع مددگار، داننده اسرار، مشفق و غمخوار، ترغیبگری آثار و رابی اخبار میدانند و میحسابند. معلم استاد اختر رخشنده شمع مهر و آرزوهای نجیب تخیلات شیرین آدمی است. معلم برحق عالم است. اگر ما با ریشه کلمه معلم دقت دهیم، ریشه معلم علم است، شخصی که به علم سر و کار دارد. و عالم معلم برحق عالم است، عالم روح و سیرت، توانایی و خیرت، معرفت و فضیلت. آفریدگار چنین پیشه پرشرف را با معلم، آموزگار و استاد مناسب دانسته. و در جای میگن که مهندسی روحی انسان است معلم. خب تاکیدها نهایت زیاد بودن در سخنرانی در روز دانش، یعنی یکی از آنها از زحمت دلسوزانه و صادقانه آموزگار نسل‌های به وایه میرسند که دولت و ملت به شرافت کار و فعالیت آنها باز هم آباد و زیبا و سطح و صفت زندگی اهالی به مراتب بلند میگردد. بله درست است. و اگر تکیه با ماده 47 و 48 قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف
کنیم که مهنت صادقانه آموزگار عموما مقام و فعالیت آموزگاران در همین ماده ها درج گردیده است. زحمت دلسوزانه و صادقانه آموزگار این پیش از همه در آن ظاهر می گردد که آموزگار خودش درک نماید که کسب آموزگاری پیشه مقدس ترین روی عالم است، طوری که بهایی که پیشوای معظم ملت داده است با آموزگاران. آموزگار همچون تمثال عقل، خرد، دانش و ذکاوت و فرهنگ و معرفت می تواند تکان دهنده و تشکل دهنده اندیشه و افکار، تحصیلات و اطلاعات و درک جهان معنوی باطنی انسان باشد. آموزگار همچون فرد محوری سوبیکت روند تعلیم و تربیه و تکان بخش و تحکیم بخش ساحه معارف کشور، فرد از افراد معرفت پیشه در سیاست اجتماعی تاجیکستان صاحب استقلال ساحه افضلیتناک اعتراف شده می باشد که با مهنت و زحمت خود در جامعه نقش و مقام خاص دارد. در برگزاری همه گونه چاره‌بینی های فرهنگی و معرفتی و سیاسی سهم گذار می باشد. راهنما و هدایتگر خرد و معرفت اهل جامعه است. تنها آموزگار قادر است و می تواند که از شخصیت تعلیم گیرنده یعنی که از کودک انسانی را به کمال رساند که صاحب خرد و صاحب فرهنگ، خودشناس و خودآگاه و به خلق و ملت و دولت صادقانه خدمت نماید. خلاصه خردمندی و صاحب تجربگی، انتخاب درستی کسب، مهنت دوستی، مهنت و مناسبت صادقانه برای بازار مهنت کشور آماده کردن متخصصان صاحب کسب، رشد صنعت و زیاد کردن مجموعه محصولات، حیات خوش و خرمانه اهالی از همه بیشتر به آموزگاران وابستگی و علاقمندی دارد. بله درست گفتید. و شنوندگان عزیز خاطررسان میکنیم که شما برنامه معرفت رو شنیده استودید و امروز مهمون برنامه ما هستند سابقه داری ساحه معارف، یکی از تهیه‌گران توصیه‌نامه اوید به مقام آموزگار رجب علی سنگف. اگر یگان سوال درخواست دارید و میخواهید اندیشه های خود رو به واسطه توسط برنامه معرفت ابراز دارید، رقم تلفن های استودیوی ما 227 60 10 و 227 60 20 می باشد. برنامه معرفت منبری درخواست و پیشنهاد و افکار بهر رشد جامعه. خب یک نکته دیگر رو ذکر نمودن لازم است که دستور بی‌واسطه سروری دولت بود با مقصد بلند برداشتن نقش و مقام آموزگار در جامعه. لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار تهیه و برای بررسی به حکومت مملکت پیشنهاد کرده شد. یادتان اگر باشد شما در برنامه‌های زیادی معرفت اشتراکی بی‌واسطه داشتید و دارید و ما بارها با شما در این اطراف صحبت درسته بودیم، چون که شما یکی از تهیه کنندگان توصیه‌نامه مقام آموزگار به شما میرد. خوب اندیشه های شما در این اطراف؟ بله، در سخنرانی به مناسبت روز دانش از 1 سپتامبر سال روان، پرزیدنت محبوب ملت با اخلاص و صداقت، احترام بی‌پایان و قدرشناسی نسبت به آموزگار و پیشه پر افتخار آموزگاری به حکومت مملکت دستور دادند که لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار را تهیه و پیشنهاد نماید. هدف از چنین اقدام معارف پرورانه پرزیدنت مملکت این پیش از همه رعایت نقش و مقام، شأن و اعتبار و آبروی آموزگار در جامعه بوده، برای آنها مهیا نمودن شرایط مساعد کاری با دسترسی همه گونه مواد تعلیمی، متدی، اطلاعاتی، تکنیکی و تکنولوژی، واسطه های معاصر تعلیم و البته احترام و قدرشناسی محصول مهنت آموزگاران و هوسمندی آنها می باشد. قبول قانون درباره مقام آموزگار همچون حامی در بلند برداشتن مقام و مرتبه، فرهنگ و معرفت، آبروی اعتبار در جامعه و دخل ناپذیری آموزگار نقش داشته، اینچنین میتواند عامل رشد و تشکل فعالیت و مهارت کسبی، تکمیل اختصاص و بازآموزی، تجربه پیش قدم، دانش و تجربه و تکمیل قابلیت و استعداد آموزگار باشد. بله. هنوز 13 سال قبل با قرار مشاوره وزارت معارف جمهوری تاجیکستان، و وقت همین وزارت معارف جمهوری بود، وزارت معارف و علم نبود، از 28 ایون سال 2011 تحت رقم 1444 درباره تصدیق توصیه‌نامه دایر به مقام آموزگار در مؤسسه‌های تعلیمی جمهوری تاجیکستان قبول شده. در آن نظام یگانه طلبات و معیارهای آداب کسب آموزگاری
در مسائل تعلیمی معین و مناسبت بین آموزگاران و تعلیم گیرندگان همچنین دیگر سوبیکت‌های روند تعلیم و تربیت مشخص شده ارزش‌های انسانی و شأن و شرف کسبی آموزگاران در آن درج گردید. هدف از قبول چنین سند تنظیم کننده فعالیت و کسب آموزگاری که بلند برداشتن فرهنگ و معرفت کارمندان ساحه معارف، آبروی اعتبار آموزگاران همه زینه‌های تعلیمی در دایره معیارهای اخلاقی عمومی انسانی، فرهنگ نیاگان، مقررات کنستیتوسیونی، قانونگذاری‌های ساحوی، معیارهای حقوق انسان، حقوق کودک و دیگر سندها که اساسهای معیاری آن را معیارهای بنیادی بشردوستی، انسانگرایی، کسبیت، عدالت پروری، مسئولیت شناسی، صبوری، آزادفکری، تحمل پذیری و همراهی تشکیل می‌دهد میباشد. اگر همچنین فردی در تهیه سند مذکور به واسطه سهم گذاشته در دوام این سالها جهت ترغیب و تشویق و تطبیق عملی آن بارها توسط نشریه‌های صحافی جمهوریوی مقاله ها به تب رسانیده، توسط شبکه‌های تلویزیون و رادیو صحبت آراسته، کسب پر افتخار آموزگاری، مهنت و زحمت، احساس درک مسئولیت شناسی، صلاحیت ناکی، رعایت به چون و چرای معیارهای کسبی، آبرو و اعتبار و شأن و شهرت آموزگاران را جانبداری و تلقین نمودم. باعث ذکر است که بعضی از توصیه‌نامه مقام آموزگار همچون حجت تنظیم کننده نظام یگانه طلبات و معین کننده معیارهای آداب کسبی آموزگاران در شکل باب علاهیده با قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف در تکمیل نو که سال 2013 قبول شد. آن همین توصیه‌نامه مقام آموزگار در آن وارد کرده شد. همچون باب پنجم و همین باب مذکور که حقوق و عهده‌داری‌های سوبیکت‌های روند تعلیم و تربیت مقام آموزگار نام دارد، مسئله‌های مضمون مقام آموزگار، فعالیت آموزگاری، اصول‌های فعالیت آموزگاری، حقوق‌های آموزگاران، عهده‌داری‌ها و مسئولیت آموزگاران، حفظ شأن و شرف آموزگار، امتیازهای آموزگاران، تأمینات مادی آموزگاران و دیگر کارمندان ساحه آموزگاری را به طور مشخص در ماده‌های علاهیده به تنظیم درآورده است. اقدام مؤثر و طلبات زمان است که قانون درباره مقام آموزگار قبول می شود که این قانون فعالیت، پرینسیپ‌های فعالیت، وظیفه عهده‌داری و حقوق، کفالت امنیت و دخل ناپذیری طوری که پرزیدنت مملکت مخصوص تاکید کردند و این چیز بسیار مهم است، هوسمندگردانی، امتیازها تامین با منزل زیست و حفظ اجتماعی آنها معین و مشخص می گردد. در نوبت خود آموزگار وظیفه‌دار و عهده‌دار می شود که وظیفه خود را با مهر و محبت و مسئولیت بلند اجرا کرده، با درک بلند مسئولیت شناسی و پرینسیپ ناکی، تشبثکاری، تلقین و ترغیب ارزش‌های عمومی انسانی، بشردوستی و جانبداری از سیاست دولتی، پرینسیپ‌های اخلاق و آداب عمومی انسانی و کسبی را رعایت نماید و نسبت به اجرای عهده‌داری‌های خویش صادق باشد. بله، و تاکید بسیار هم خوب بود از طرف سرور دولت که از دخالت به کار مکتب معارف و آموزگار خودداری کرده شود. خوب محض در همین سخنرانی تاکید دیگر در مورد اونه که عزت و آبروی هر یک شخص از جمله خود آموزگار در نوبت اول به خودش وابستگی دارد. درست است. بله، بالاتر هم اویدیم مسئله یادآور شدیم که هنوز در سخنرانی در مجلس فعالان جمهوری از 28 آگوست سال 1995 پرزیدنت مملکت گفته بودند که بلند گردیدن آبرو و اعتبار آموزگار و مکتب و معارف از بسیار جهت به خود استادان و آموزگاران وابسته است. بله. در دوام سالهای صاحب استقلالی دولت و حکومت مملکت به مسئله بهتر کردن وضع زندگی و فعالیت آموزگاران توجه دائمی ظاهر کرده در سندهای قانونگذاری یک قطار امتیازها را برای آنها مقرر نموده است. مثلا در دوام 33 سال صاحب استقلالی ملی ساحه معارف کشور پایه اساسی رشد جامعه و امنیت دولت اعلان شده، خراب گردیدن صفت تعلیم و نیروی ذهنی مملکت تهدید به امنیت دولت ثابت شد. در این دوره بارها به اندازه معین زیاد شدن معاش وظیفوی آموزگاران، مخصوصا در دوام 2 سال اخیر
پای هم مثلا اگر سال گذشته به اندازه 20% 20% معاش آموزگاران زیاد شده باشد، پس این سال 40% زیاد شد. و توجه خاصه به زیست و زندگی و مهیا ساختن شرایط مساعد کاری دلیل با اعتماد غمخواری روزافزون حکومت جمهوری به آموزگاران است. با مقصد جلب بیشتر جوانان به روند تعلیم و تربیت و دستگیری و هوسمندی آنها با قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 می سال 2006 تحت رقم 197 درباره مقرر نمودن امتیازها به آموزگاران جوان و از 2 ایولی سال 2015 تحت رقم 433 درباره اندازه و ترتیب پرداخت علاوه پولی به آموزگاران جوان که در دهات فعالیت می‌نمایند یک قطار امتیازها عملی کرده شد. از 1 ایول سال 2007 آموزگاران جوان همچون امتیاز موافق ضرورت برای بنیاد خانه‌های استقامتی به نوبت با قطعه زمین تامین کرده شده در ناحیه‌های کوهستان وابسته به امکانات ناحیه‌ها برای باغداری و پالسکاری با قطعه‌های زمین تامین شدند. علاوه بر این از 1 سپتامبر سال 2015 به معاش وظیفوی آموزگاران جوان که در دهات فعالیت می‌نمایند به یک واحد سرباری در دوام 3 سال اول کاری به اندازه 10% علاوه پولی مقرر شده است. ماده 53 قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف که امتیازهای آموزگاران و دیگر کارمندان ساحه معارف نام دارد برای آموزگاران امتیازهای را پیش بینی نموده است. موافق این امتیازها مهلت دعوت آموزگاران به خدمت حربی مثلا پسران به تأخیر گذاشته شده، به رخصتی ایجادی با نگاه داشتن مزد مهنت برآمدن و کفالت می‌دهد. مثلا اگر آموزگار خواهد که کارهای به کارهای علمی شغل داشته باشد، پس او میتواند که با نگاه داشتن معاشش به رخصتی مهنتی ایجادی برد. برای دستاوردها در فعالیت آموزگاری و تربیت نسل نورست با مکافات‌های صاحبه دولتی و عنوان‌های فخری تمام آموزگاران، یعنی که برای آنها چنین امتیازها مقرر و پیش بینی شده است و از این چیز بهره ور هم گردیدند. و یک تاکید رو عیناً می‌آورم از روزی سخنرانی بخش بروز دانش. شما محترم آموزگاران همیشه در یاد داشته باشید که رسالت مقدس تربیت انسان و همزمان تشکل دهی شخصیت رو بر دوش دارید و فرزندان مردم تاجیکستان سواد و معرفت، علم و دانش، کسب و هنر می‌آموزانید. خب بله، درست است که آموزگاران در جامعه رسالت و اصالت مقدس دارند. بله. که این عبارت است از تربیت انسانی کامل درست. و تشکل دهی شخصیت او. تربیت انسانی کامل تنها به واسطه آموختن علم و دانش، سواد و معرفت و کسب و هنرآموزی میسر میگرد که چنین صلاحیت و وکالت و کسبیت را آموزگار دارد. بله. صاحب دل میفرماید که تا آنکه طفل خواند و صاحب هنر شود، استاد معتبر او خون جگر شود. لحظه های را پیش نظر بیاریم که بعضی از پدر و مادران امکانات درست تربیت فرزندان خود را ندارند که آنها در عائله 2-3 نفر یا ممکن مثلا 5-6 نفر باشند، حال آنکه نخست استاد فرزند خود پدر و مادر است. لیکن آموزگار کوشش میکند که به همه شاگردان مناسبت اخلاقی داشته باشد، در حالی که در صنف خانه ها مثلا در همین شب روزها نه کمتر از 25-30 نفر خواننده نشستند و آموزگار موضوع و مسئله را برابر میفهماند و حتی به طور علاوگی با بعضی خوانندگان مشغولیت‌های علاوگی میگذراند و 25-30 نفر خواننده که در سین نشسته است از نگاه و فهمش و دانش، رفتار و مناسبت، آداب و اخلاق و خاراکتر و عادت از همدیگر فرق دارند. بله. بزرگی آموزگار در همین است که به همه تعلیم گیرندگان از روی پرینسیپ نوکی فعالیت کسبی تکیه به معیارهای اخلاقی عمومی انسانی، عنعنه‌های دموکراتی، مقررات کانستیتوسیونی و قانون‌گذاری‌های عمل کننده و معیارهای حقوق انسان و حقوق کودک مناسبت کرده به همه آنها دوستی و همدلی، حرمت و احترام یکدیگر و حرمت کلانسالان، راستی و نکوکاری، مهنت دوستی، کسب و هنرآموزی، وطن دوستی و خودآگاهی و خودشناسی را برابر تلقین می‌کند.
тавре президенти мамлакат хотиррасон кардан кӯдаке ки бори аввал ба остони мактаб қадам мегузорад ва ӯ на хондаву на навишта метавонад, на муносибату муоширати умумии инсонӣ дорад, лекин дар 11 соли таълим дар назди омӯзгорони худ ҳамчун инсони соҳиби маълумот ва соҳиби андешаву тафаккури хос ба воя мерасад, ки дар рушду ташаккули ҷаҳони маънавӣ ва ботинии ӯ нақши омӯзгор хеле бузург аст. қадру манзалат ва эҳтироми омӯзгор баробар ба эҳтироми падару модар аст ва ҳатто бештар аст ва беҳудам нагуфтанд ки ҳаққи устод аз падар беш аст ва аз падар устод дар пеш аст. дуруст гуфтед ва зимни суханронӣ яъне андешаҳои шуморо гӯш карда як нуктаи дигари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ёдам омад, махсус қайд карда буданд ки мо мактабро ба ҳайси боргоҳи илму дониш, саводу маърифат ва омӯзгорро бошад чун шахси мафкурасозу тарбиятгари насли наврас эътироф карда ба онҳо арҷу эҳтиром гузоштанро аз ҷумлаи масъалаҳои муҳимтарин медонем. бале, барҳақ комилан ҳамин тавр аст ва таъкиди бисёр ба маврид аст. мактаб боргоҳи илму дониш, маърифату фарҳанг ва коргоҳ ва ё корхонаи такмилу рушд ва ташаккули инсон аст. замоне сатрҳои дар хотирам нақшин шуда буданд, нақш баста буданд ки то имрӯза ки маро аз мактаб ҳосил шуд муродам, баромад хату имлою саводам. мактабу муаллим ва ё омӯзгор ба ҳам тавъаманд. якеро бо дигаре тасаввур кардан номумкин аст. макон ва ё хонаи ҳақиқии омӯзгор мактаб аст. вақте мактаб мегӯем, дар мадди аввал пеши назар омӯзгорон ҷилвагар мешаванду пас он китоб, хуб китоб, дафтар, қалам, мизу курсӣ ва ҳамсолин. китобе ки рафиқи мунису фуруғи субҳи хираду дониш аст, китобе ки мазмуну муҳтаво ва моҳияти онро ба мо омӯзгорон талқин карда буданд. китобе ки тавассути талқини омӯзгорон донишу хирад омӯхта фаҳмишу мафкурамонро ташаккул додем. ба маънии том омӯзгор мафкурасоз буда, тавре ки ҷаноби олӣ пешниҳод кард таъкид карданд, омӯзгор мафкурасоз буда ба онҳо арҷу эҳтиром гузоштанро аз масъалаҳои муҳим меҳисобем ва бояд ҳисобем. пешвои муаззами миллат дар ин масъала хеле гуворо таъкид карданд. мо вазифадор ҳастем ки омӯзгор ва дигар кормандони муассисаҳои таълимиро боз ҳам бештар дастгирӣ кунем ва манзалату обрӯи онҳоро дар ҷомеа баланд бардорем, зеро омӯзгор ояндасози давлат, миллат ва ватан аст. дуруст қайд кардед. вақте гуфтем ки бо мақсади баланд бардоштани нақшу мақоми омӯзгор дар ҷомеа маҳз бо таъкиди сарвари давлат лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор таҳия ва барои баррасӣ ба ҳукумати мамлакат пешниҳод гардад. хуб, ҳамин шумо ки яке аз таҳиягарони тавсиянома оид ба мақоми омӯзгор ҳастед. масалан дар оянда ҳамин тавсиянома маълум аст ки ба муассисаи таҳсилоти умуман таҳсилоти ҳамагонию таълимию асосию масалан ибтидоию касбию олӣ тақсим карда шудааст. боз ҳам масалан таҷдид назар мехоҳад ё ки фарз кардем боз аз нав бознашр карда мешавад? албатта бубинед, вақте ки ҷаноби олӣ дар зимни ҳамин суханронишон бахшида ба рӯзи дониш ба як ҳуҷҷати бисёр муҳим, консепсияи миллии тарбия махсусан таъкид карда гуфтанд ки акнун зарурати он шудааст ки ба консепсияи миллии тарбия вобаста ба талаботи замон ва ҷаҳони муосир, рушди илму техникаву инноватсия, техникаву технология, мо бояд тағйироти иловаҳоро ворид кунем ва албатта ба тавсиянома дар бораи мақоми омӯзгор ҳам бевосита ки дар шакли бисёр як ҳуҷҷати муҳим, ҳуҷҷати асосӣ, яъне ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор қабул мешавад, албатта ниёз ба такмил ва таҷдид дорад ва дар сурати қабул шудани чунин як қонун, хуб қонун пуштибони омӯзгор аст. вақте ки номи қонун дар бораи мақоми омӯзгор аст, он вақт тамоми нақшу мақому ҳуқуқҳои омӯзгорро метавонад қонуни мазкур ҷонибдорӣ ва дастгириву пуштибонӣ кунад. саломат бошед ва гуфтан лозим аст ки аллакай маълум ҳам аст ки пешаи омӯзгорӣ ниҳоят сангин аст. пешаи омӯзгорӣ муқаддастарин касби рӯи олам аст, агар гӯем хато намекунем. ва мехоҳем охирсухани барномаи маърифатро бо суханони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба анҷом расонем. гуфтааст бедории фикр, яъне маҳсули ранҷу машаққати омӯзгор ин бедории фикри омӯзгор аст. покизагии ахлоқи муаллим аст. ташаккули ақлонии инсон аст. хуб, бинобар ин
гуфтанд президенти кишвар дар суханронӣ дар рӯзи дониш, бинобар ин мо вазифадор ҳастем ки омӯзгорон ва дигар кормандони муассисаҳои таълимиро боз ҳам бештар дастгирӣ кунем ва манзалату обрӯи онҳоро дар ҷомеа баланд бардорем. як лаҳза, инсонеро ки омӯзгор омода мекунад, тайёр мекунад, ман месозад, бояд фарогири ҳама гуна талабот ва тақозои замон бошад. яъне инсони комил, оқил, фозил, хиратманд, дурандеш, соҳибҳунар ва худшиносу худогоҳ. саломат бошед ва дар анҷоми барнома бозам мо тамоми меорифчиёни кишварро бо рӯзи касбиашон, рӯзи омӯзгор самимонаву сидқона шодбош мегӯем ва барои онҳо беҳтарин неъмат тани сиҳатро орзумандем. чунки агар тан сиҳат бошад, хотир ҷамъ мешавад, дил беғам мешавад ва тамоми корҳо оҳиста оҳиста роҳи ҳалли худро меёбанд. хуб дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки имрӯз меҳмони барномаи маърифат буданд собиқадори соҳаи маориф мони шумо ки дар солҳои зиёде масалан дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон кор карда фаъолият карда омада истодед, яъне дар самти омӯзгорӣ ҳам масалан фаъолият кардед, ба ҳайси омӯзгор ҳам будед ва самтҳое ки ба соати маориф бахшида шудааст кору фаъолият карда омада истодед, шуморо низ шодбош мегӯем бо рӯзи омӯзгор. меҳмони барномаи маърифат буданд собиқадори соҳаи маориф, яке аз таҳиягарони тавсиянома оид ба мақоми омӯзгор Раҷабалӣ Сангов. мо таҳиягарони барномаи маърифат дар кору фаъолияти меомада ба шумо барори пешравиҳоро таманно дорем. саломат бошед.